دوستان، ماسوره‌ای که برای زدن سبد لازم دارین رو قبلا خدمتتون عرض کردم. ماسوره ساده یا ماسوره تخت برای زدن سبدهای حصیری که خطای پهن دارن توی بافتشون. ماسوره ساده‌تون هم میتونه یه دونه سایز کوچیک باشه، سایز 5، یه دونه سایز 10 باشه که من الان با سایز 12 و سایز 5 این سبد رو زدم، یعنی اون تارها رو با سایز 12 زدم که درشت هستش و این بافت های ستایی کنار هم رو، خطهای کنار هم رو با ماسوره ساده 5 زدم. چون توی آموزش سبد هامون من دسته سبد رو آموزش نداده بودم، خواستم که توی این سبدی که میخوام گل و برگ و اینا رو آموزش بدم و کلا سبدمون رو پر کنم، دسته سبد رو همینجا نشونتون بدم. برای زدن دسته سبد شما هر طرحی و هر ماسوره‌ای که استفاده کردین و سبدتون هر طرحی که داره، بعد از این ماسوره ساده بزرگ استفاده کنین و یه دونه دسته سبد رو طراحی بکنین اونطوری که میخواین به عنوان زیرساز. به این صورت. حالا بعدا میتونین یه مقدار اینو با حرکت دادن جاش، مثلا فرمش رو یه مقدار بهتر بکنید. مثلا من یه مقدار میخوام اینجا رو شکم بدم، میبرمش این طرفتر. بعد از اینکه زیرساز سبدمون کامل شد، با ماسوره گرد ساده کوچیکم بافت های روش رو ایجاد میکنم. ببینید به همین راحتی از این طرف به سمت دیگه میبریم و یه حالت پیچش روی کار ایجاد میکنیم و تا انتهای کار رو به همین ترتیب کنار هم میچینیم و میریم. و بعد در نهایت با خلال دندون این کناره ها رو میتونیم بدیم زیر و تمیز و مرتب بکنیم. دسته سبد رو میزنیم. اگر که جایی احساس کردید که فاصله بین خطوط باز مونده، میتونید یه دونه دیگه رو بزنید. اینا که رو میزنید باعث طبیعی تر شدن کارتون میشه و همش به صورت یه دست نیست، بعضی قسمت ها رو قرار گرفته و اون حالت پیچشی رو قشنگ‌تر نشون میده. نکته‌ای که توی این سبد باید خدمتتون عرض بکنم اینه که شما برای دسته سبد، شما اگر که سبدتون رو با هر ماسوره‌ای زده باشید، مثلا شاید با ماسوره ساده 8 کل سبد رو بزنید، یعنی چه تار چه پود همه یک نواق با یک ماسوره درشتر. وقتی میخواید دسته رو بزنید باید از ماسوره نازک استفاده بکنید که بافتتون خیلی قطور نشه. البته بستگی به سبدتون هم داره. اگه خیلی سبد بزرگی رو داخل یه سینی بزرگ طراحی کردید، میتونید با همون ماسوره‌ای که سبد رو زدید دستش رو بزنید، ولی این سبد من خیلی کوچیکه، برای همین من باید یک تناسبی رو بین دسته و سبد ایجاد بکنم. وسایل ابزاری که ما برای زدن گل حلوا نیاز داریم: ماسوره گل هستش، شماره های 125 126 و 127 مناسبن، هر کدومش رو که دوست داشتین میتونید تهیه کنید. ماسوره برگ داریم ما که ماسوره برگ بزرگ هستش که اینا سایزاش فرق میکنه، به دلیل سایزش نمیگن برگ بزرگ، نوعش برگ بزرگ. الان این شماره 701 ویلتونه، سایز از این بزرگترش هم میتونید تهیه کنید. و ماسوره برگ کوچیک هست که برای زدن کاسبرگ و برگای خیلی ریز استفاده میشه. و این هم که ماسوره گل هستش که تو 3 سایز میتونید تهیه کنید.
میخ گل زدن نیاز دارید برای زیر دستتون بگیرید و گل رو روی این بزنید و قیچی که از ابزار لازم هست برای بلند کردن و قرار دادنش در جایی که میخواین نصب بشه. از این نوع پایه ها هم اگر که داشته باشین خوبه که اگر خواستین میخواید گلی که روش گل قرار داره رو قبل از اینکه گل بخواید منتقل کنین جایی قرارش بدین بتونین بذارین روش. این پایه ها رو میتونین هم به صورت آماده توی لوازم قنادی ها هست تهیه کنید، هم مثل من یه قطعات چوبی رو وسطش رو سوراخ کنید. اگر که امکاناتش رو با شرایط فعلی ندارید من خیلی توصیه نمی‌کنم خریدای خاصی از لوازم قنادی رو بکنید الان، چون قیمتاشون هم خیلی متعادل نیست. میتونید مثلا یه لیوان برنج بذارید و اینا روی اونها داخل اونها قرار بدین، یا اینکه یک نون ساندویچی رو داخل فریزر بذارید یخ بزنه و اینا رو روی این میخواد روی اون نون فرو کنید. به هر حال خوبه برای اینکه جلو دستتون باشه و بتونید اینو زدن گل ابتدا مرکزش رو یه مقدار حلوا میزنیم و بالا میریم با هر سرماسوره‌ای که داشتین، سرماسوره ساده میتونید این کار بکنید و بعد گلبرگ ها رو ببینید از شروعش از این کنار میزنید میارید بالا و انتهای کار رو میچسبونید. پیچش مچ خیلی مهمه در زدن این گل. به این صورت گلبرگ ها رو کنار هم میچینید و موافق عقربه های ساعت یا مخالف عقربه های ساعت میتونید دستتون رو حرکت بدین و به این ترتیب گل رو بزنید. خب این حالتی هستش که حالت گل تقریبا نیمه باز و حالت قنچه هست. برای برداشتن گل از روی میخ هم با قیچی وقتی که بلند میکنین بعد با یه خلال دندون جداش میکنین از قیچی. خب اگه بخوام قنچه بزنیم، قنچه تقریبا نیم رخ به این صورت دستمون رو میاریم یه حالت حرکت زیگزاگی رو انجام میدیم. بعد از دو طرف گلبرگ های رو کنار هم به این صورت میزنیم. معمولا قنچه ها رو تو قسمت های بالای سبد به کار میبریم و گل های بزرگ رو قسمت های مرکزی و پایین. من یه قنچه دیگه هم زدم که قیفم از رنگ قهوه‌ای کاملا خالی بشه و به شما نشون بدم که اگر که خواستین لبه های گلبرگتون دو رنگ بشه نیاز نیست حتما قیف رو کناره هاش رو رنگی بزنین و بعد وسطش رو یه رنگ دیگه بزنین. وقتی که رنگ قهوه‌ایم تموم شد من زعفرونی، حلوای زعفرونی پر کردم و الان میبینیم که به چه صورت میتونه دو رنگ بشه. این مقدار حلوای قهوه‌ای که حالا ازش خارج میشه باز میتونه مثلا یک قنچه قهوه‌ای رنگ باشه. من اینو ببینید هم لبه های کار قهوه‌ایه و هم قسمت های بیرونی. برای زدن گل حلوای زعفرونیمون به این صورت مرکز کار
و بعد گلبرگ ها رو میزنیم. ببینید از کنار کار شروع میکنه، از کنار در واقع گل شروع میکنیم، میچسبونیم به سطح میخ دستمون رو و بعد به این صورت میاریم بالا، هلال میکنیم و این طرف هم دوباره میچسبونیم. این یه نوع زدن گله که تقریبا گل قنچه و نیمه باز به همون میده. همین رو اگر ادامه بدیم یواش یواش میتونیم دستمون رو به باز شدن بگیریم، رو به بیرون بگیریم لبه کار رو و گلبرگ ها رو باز کنیم به این صورت. به این ترتیب فکر میکنم یه گلبرگ دیگه هم میشه زد تا جایی که زیبا بشه. میتونیم گلبرگ هامون رو اضافه بکنیم، ولی اگر دیگه خیلی بیش از حد بزنیم شاید زیباییش و جذابیتش کم بشه، پس یه حدی اضافه بکنیم گلبرگ ها رو. یه روش دیگه که میخوام برای زدن گلبرگ بهتون بگم به این صورته که حالا اون مرکز رو که میزنیم دستمون رو خیلی پیچ و خم نمیدیم، همینطوری صاف صاف اینا رو دنبال هم میپیچونیم. خیلی از عزیزان وقتی که در شروع کار هستن، وقتی براشون امکان نداره خیلی چرخش موج، این روش براشون راحت تره. به این صورت گلبرگ هایی رو میزنیم که حالت صاف داره. وقتی یه مقدار تمرین بکنید با این روش، اون روش دوم رو به راحتی میتونید انجام بدید. و به این ترتیب هم میتونید یه گل رز داشته باشید. توی چیدمان اینها میتونیم یه مقدار گلها رو اگر که خواستین جا به جا بکنید. اگر خواستین گلاتون خیلی برجسته تر و بالا اومده تر باشه میتونید قسمت زیرش رو یه مقدار حلوا بذارید و بعد گل رو روی اون قرار بدید. زدن انگور رو نشون بدم. برای زدن انگور از ماسوره ساده استفاده میکنیم. حالا به نسبتی که میخواین اندازه انگورتون باشه، شماره 10 یا 12. برای زدن انگور اول ما یه زیرسازی میکنیم. دوستان همونجوری که بهتون گفته بودم از قیف‌های یه بار مصرف میتونید برای کار کم و جزئی استفاده بکنید، چون به هر حال تعداد قیف پارچه‌ای شاید محدود داشته باشین یا حالا تو این شرایط هم شاید گیرتون نیاد. اگه خواستین از قیف یه بار مصرف استفاده کنید حتما مواد رو کم بزنید به اندازه که داخل دستتون بتونید نگهش دارید که از جاهایی فشار بهش نیاد، پاره نشه، بیرون زدگی نداشته باشه. من ابتدا یه زیرسازی برای انگورم زدم، حالا روش رو شروع میکنم. ببینید خیلی ساده به این صورت، فقط یه فشار کوچولو هم میدم که رها بکنه. نه الان با حلوای پستمون داریم میزنیم، هیچ رنگ آزادی هم داخلش نیست. اگر احساس کردید سطح کارتون یه مقدار ناصاف هستش، یعنی فشاری که میدید برجستگی هایی که ایجاد میشه خیلی چیز نیست، با چاقو میتونید سطحش رو صاف کنید که کاملا شبیه
انگور بشه. حتی با میزان فشار خارج کردن مواد میتونید شما سایز انگورتون رو بزرگتر یا کوچکتر بکنید. ببینید الان من سایزهای کوچیک میزنم این انتها، سرش هم یه صاف میکنم، ولی اون بالاها سایزهای بزرگتر زدم. از ماسوری سایز کوچکتر هم میتونید استفاده کنید. شماره 10 هم مناسبه، شماره 8 هم مناسبه. من از بزرگترین سایز استفاده میکنم برای اینکه توی فیلم خوب بیفته. و سعی کنید مثل انگور طبیعی قسمت‌هایش برجسته و بیرون زده باشه و کاملا صاف و مرتب چیدمان نکنید. یه سطح‌های بالاتره، یه سطح‌های پایین‌تره. از یه طرف ممکنه یه مقدار بیرون زدگی بیشتری داشته باشه. و همین نوع که ماسوره هم میتونید سرش رو صاف بکنید. بعد ممکنه بعدا احساس کنید قسمت‌هایی رو باید خالی کنید، بردارید، هیچ مشکلی نداره، به این ترتیب میتونید بردارید. به این صورت انگورش رو هم میتونیم بزنیم. برای زدن برگ از ماسوره برگ بزرگ استفاده میکنیم به این صورت و این قسمت رو که حالت نوکتیز هست رو قرار میدیم به این ترتیب و بعد موقعی که میخوایم خارج بکنیم با انگشت نگهش میداریم تا برگمون سرش تیز بشه. از این طرف پایپ نمی کنیم، اینطوری. بعد برگ ها رو برای قسمت هایی که خالی هستن میتونید هم به صورت ایستاده و هم خوابیده بزنید و پر کنید اطراف گل هاتون رو. و گل بعدی که میخوایم کار کنیم گل ادریسی هستش. برای زدن ادریسی ما از ماسوره های مختلفی میتونیم استفاده بکنیم، 5 پر یا 6 پر. الان این ماسوره کوچیک شماره 70-73 5 پره. اگر که بتونید خوب ببینید میبینید که تیزیای خیلی کوتاهی داره و 5 پر داره. این ماسوره‌ای که بزرگتر هستش ماسوره دودیه که خیلی معروفه برای زدن گل‌هایی که به صورت دایره‌ای میزنن. از این هم میتونید استفاده کنید. این 6 پره و این ماسوره‌ای که من الان استفاده میکنم 5 پره و تقریبا پره‌هاش به اندازه دودی بزرگ هستش، فقط تعداد پره‌هاش 5 تاست. این شماره 190. برای زدن ادریسی ما میتونیم یه مقداری از حلوا رو به عنوان پایه کار قرار بدیم، یعنی 1 قاشق حلوا زیر قرار بدیم و روی این کار رو شروع کنیم به گل زدن. همونطور که میبینید من از رنگ روشن‌تر زعفرون استفاده کردم برای زدن حلوای زعفرونی. رنگ روشن و پر رنگ داشت که
زعفرون کمتر و بیشتر داده بودیم. از رنگ روشنش استفاده کردم که یه تفاوت رنگی داشته باشه. این کناره ها رو اول فیکس بکنید و این حالت کروی رو بهش بده، یعنی یه مقدار از حلوا رو پایپ بکنید کنار کارتون و بعد شروع کنید. خیلی راحت شکوفه های کوچیک میتونید بزنید. اگر احساس کردید جدا نمیشه یه فشار کوچولو بدین و دستتون رو بیارید بالا. یه مقدار خیلی کم و محدودی رو پایپ بکنید، یعنی همینطور ادامه دار فشار ندید. به اندازه 1 ثانیه فشار میدید، خارج میکنید، فشار میدید. الان من یه قسمت دیگه هم میخوام گل ادریسی بزنم. باز یه مقدار پایه گذاشتم به خاطر اون حالت کروی شکلی که باید ایجاد بکنیم. یه مقدار برجستگی باید داشته باشه و شروع میکنم به پایپ کردن. ببینید به همین راحتی گل ادریسی زیبایی رو میتونید خلق کنید. دور این گوله رو خوبه که اولش یه دونه خط بکشید که هم ثابت بشه هم محدوده کار کروی شما مشخص بشه که تا کجاها باید به چه ترتیبی بزنید. سعی کنید که شکل دایره‌ای و کرویش یک دست و منظم باشه و حالت کشیدگی، حالت بیضی و شکل‌های مختلف مصرف سرش رو اگر یک کوچولو ببرین میتونین برای نخ‌های این انگور از همین استفاده بکنید و یه حالت این فرمی یکم با پیچش و حالا زیادم من تعداد زیاد میزنم برای اینکه نشون بدم، زیادم نیست که نهایتا 1 یا 2 تا نخ میتونید. مرکزهای گل ادریسیمون رو با حلوای قهوه‌ای و قیفه 1 بار مصرفی که یه کوچولو سرش رو سوراخ کردیم پرچم‌های خیلی کوچولویی قرار میدیم به اندازه یه نقطه که این گل‌ها خودشون رو به صورت مجزا نشون بدن. برای ماسوره برگ کوچیک ما این قسمتی رو که 2 شاخه هست رو به صورت عمودی در نظر میگیریم و به این صورت برگمون رو میزنیم برای کاسبرگ و برگای خیلی ریز که توی قسمت ادریسی میتونه به کار بیاد. برگای ریز بذاریم، 1 2 تا، نهایتا 2 3 تا، بیشتر نیاز نیست. و حالا کنارهای قنچه هایی که قرار دادیم اگر که پیدا باشه میتونید قنچه هایی که گذاشتیم میتونید از اینها استفاده کنید. خیلی برگ های ریز و کشیده و کوچیک میتونید باش بزنید